کدام زنکه بوده؟ پس کلاک میره نه دیگه خود مازه نمیتونه کدام نفر بلندتر بگو هیچ کس کدام تاجیک بوده خب تاجیک بوده روزه میخورده لکن چی میکنه؟ پشوی ضرور میکنه این زن هر روز میگیره کم کلمه پشوی میکنه درش مسلمان مثل که افغان بودش تو خیلی پشوی میکنه و روزه صبحکی باز 9 بجه باز میخسته روزه میگیره فطور میکنه آخر دل زنکه به تنگ شده افته با قرآن اگه دیگر رفت خب بخیزانم این گرفته دیگر روز که پشوی که وقت شده یه چیزی نخیزانده یک وقت صبح شده که مردکه میخیده که هفته و برابده گفته مرده تو دختر کسی زن چرا مرا نخیزاندی گفت خب بیا از که بخیزی بعدم با صبح میخوری از همی که نخیزی ما رو نسوار نمیکشید نه یک وقتی که یک گفته و پدن ولد یکی خوب روزه نمیگیرم دیگه اگه پشوی نکنم که کافر میشم خلاص عالمی بود این هیچ خنده نداشت خیلی پیسه نداشت نه بچهش فکایی خنده دار بود تو خانه میشه بازا جروکه میدی نه بیا تو بچه پشت باز تو روکایی گفتی